سلام رفقا. امروز میخوام براتون از یه آدم فوق‌العاده باهوش و متفاوت حرف بزنم. کسی که تونسته مسیر زندگی خودش رو طوری بسازه که هم پولدار باشه، هم آرامش ذهنی داشته باشه و هم آزادی واقعی رو تجربه کنه. اسمش ناوال راویکانت است. شاید تا حالا اسمش رو نشنیده باشین، ولی حرفاش زندگی میلیون‌ها نفر رو تغییر داده و کتابی هم دربارش نوشته شده به اسم سرگذشت ناوال راویکانت. این کتاب در واقع یه دفترچه راهنماست برای اینکه بفهمیم ثروت واقعی چیه، چگونه میشه از زمان و انرژی خودمون بهترین استفاده رو کرد و چطور میشه خوشحال و آزاد زندگی کرد. اما چیزی که باعث میشه این کتاب متفاوت باشه اینه که فقط تئوری نیست، پر از مثال‌های واقعی و تجربه‌های خود ناول است که میشه مستقیم تو زندگی واقعی پیاده‌شون کرد. خب بریم سراغ بخش اول. یعنی ثروت واقعی یعنی چی؟ ناوال یه جمله داره که خیلی مهمه. میگه هدف پول نیست، هدف آزادیه. یعنی پول فقط وسیله‌ایه برای رسیدن به آزادی، نه خودش هدف نهایی. خیلی‌ها فکر می‌کنن ثروت یعنی حساب بانکی پر، ولی واقعیت اینه که بدون آزادی ذهنی پول هیچ ارزشی نداره. من آدم‌های زیادی دیدم که میلیونر بودن، ولی از شدت استرس و نگرانی هر شب آروم نمی‌خوابیدن. اون موقع می‌فهمی پول بدون آزادی در واقع فقری از نوع دیگه است. تصور کن دو نفر رو. یکی کارمند یه شرکت بزرگ، حقوق بالا میگیره، ولی هر روز باید طبق برنامه دیگران حرکت کنه، با رئیسش کنار بیاد، تو ترافیک بمونه و ساعتها وقتش تلف بشه. اون یکی شاید یه فریلنسر، درآمدش کمتره ولی خودش تصمیم میگیره کی کار کنه، کجا کار کنه، با کی کار کنه. کدومشون ثروتمنده؟ طبق نظر ناوال کسی که مالک زمانشه ثروتمنده، حتی اگر درآمدش کمتر باشه. ناوال میگه ثروت یعنی وقتی لازم نیست زمانتو بفروشی تا زنده بمونی و این دقیقاً تفاوت بین پولدار شدن و ثروتمند شدنه. تو باید یه چیزی بسازی که بدون تو هم پول بسازه. یعنی به جای اینکه فقط کارگر زمان خودت باشی، یه سیستم یا محصول یا مهارتی بسازی که خودش کار کنه، حتی وقتی تو خوابی. یه مثال واقعی، فرض کن یه نفر یه دوره آموزشی آنلاین میسازه، یه بار ضبطش میکنه ولی بعدش هزاران نفر میتونن بخرنش. اون آدم به جای اینکه وقتش رو بفروشه، ارزش رو میفروشه و این ثروت واقعی. ناوال یه جا میگه من سالها برای بقیه کار کردم ولی یه روز فهمیدم دارم فقط زمانم رو میفروشم. اون لحظه تصمیم گرفتم مسیرم رو عوض کنم. شروع کردم به ساختن شرکت‌هایی که بدون من هم رشد کنن. سرمایه گذاری کردم روی آدم‌ها و ایده‌هایی که پتانسیل داشتن. اونجا بود که برای اولین بار حس کردم آزادم. یه جمله طلایی دیگه هم داره، میگه تو باید یاد بگیری پول در بیاری حتی وقتی کار نمی‌کنی. یعنی به جای اینکه فقط کارمند باشی، خالق باشی. خالق یه چیز با ارزش. مهم اینه اون چیز بتونه بدون حضور فیزیکی تو رشد کنه و درآمد ایجاد کنه. ممکنه اون چیز یه برنامه باشه، یه کتاب، یه آهنگ، یه برند شخصی، یه پادکست. مهم اینه که خودش مستقل عمل کنه و درآمد تولید کنه. ناوال تاکید میکنه پول درآوردن یه مهارته، ولی ثروتمند شدن یه طرز فکره. خیلی‌ها پول در میارن ولی نمیتونن نگهش دارن یا ازش استفاده کنن چون ذهنشون هنوز فقیره. میگه یه ذهن فقیر حتی اگر $1,000,000 هم داشته باشه دوباره خودش رو میبره به نقطه صفر چون هنوز آزادی درونیش رو پیدا نکرده. یه نکته دیگه هم خیلی مهمه. پول ضرب شخصیت توئه. یعنی اگر قبل از پولدار شدن آدم صبور بودی، با پول صبورتر میشی. اگر مغرور بودی، با پول مغرورتر میشی. پول فقط تقویت کننده است، نه درمانگر. پس اول باید درون درست شه، بعد جیبت. ناوال تاکید میکنه تو باید دنبال کاری بری که از انجامش لذت ببری، نه فقط پولش. چون اگر فقط دنبال پول بدوی، یه روز میرسی ولی خسته ای. وقتی کاری رو دوست داری، زمان برات معناشو از دست میده. اون موقع تازه داری زندگی میکنی. و در نهایت یه جمله معروف میگه که خلاصه کل بخش اوله. آزادی یعنی وقتی هر روز با اشتیاق از خواب بیدار میشی، چون اون روز مال خودته. بریم سراغ بخش دوم، اهرم و مهارت. ناوال میگه دنیا عادل نیست ولی قانونش واضحه. هر کی از اهرم استفاده کنه جلو میفته. اهرم یعنی کاری کنی یه حرکت کوچیک نتیجه بزرگ بده. قبلا اهرم یعنی پول یا کارگر.
ولی الان اهرم یعنی کد، رسانه، محتوا یا سیستمایی که بدون حضور تو هم کار میکنن. یه مثال سادهش اینه که یه ویدیوی آموزشی بسازی یا یه اپلیکیشن بسازی. اون بدون تو هم درآمد تولید میکنه. این اهرم مدرن. اما برای استفاده از اهرم باید مهارت خاص خودتو پیدا کنی. مهارتی که سخت باشه دیگران تقلیدش کنن. ناوال میگه رقابت نکن، ترکیب شو. یعنی مهارت‌های مختلفت رو با هم ترکیب کن. یه چیزی بساز که فقط تو بتونی بسازی. مثلا اگر طراحی بلدی و به روانشناسی علاقه داری، میتونی تجربه کاربری بسازی که دلنشین و مفیده. یا اگر برنامه نویسی بلدی و خلاقیت داری، میتونی نرم افزاری بسازی که هم مفیده، هم جذاب. اهرم یعنی وقتی یه حرکت کوچیک میکنی 10 برابر نتیجه میگیری.